سلام بچه ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستیم راجع به SSL اسکن و یا همون سرتیفیکیت اسکن خودمون توی بحث ریکان و جمع‌آوری اطلاعات از حالا تارگتی که داریم یا حالا هر چیزی که هست. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. متین نوریان منش هستم. میخوام توی این ویدیو بریم به بررسی اسکن حالا تارگتی که داریم با تکنیک هایی که مربوط به این داستان هست و ابزارها سایت هایی که هستش بپردازیم. داستان چی هستش؟ اینو من فیکس کنم. خیلی وقتا ما میخوایم بریم شروع کنیم کار کردن روی یک سامانه و نیاز هستش که اونو ریکان کنیم. برای مثال باگ بانتی اسنپ رو ما میاریم. ایش اونجا. خب ما تکنیک های خیلی زیادی برای بحث جمع‌آوری اطلاعات داریم، مثل آی پی ها، هاستا و خیلی چیزا. یکی از اونها سرتیفیکیت ها هستن. سرتیفیکیت ها همون گواهی SSL هستن. ببینید خیلی از دیولوپرها یا هم کمپانی ها زمانی که میان سایتشون رو رجیستر کنن و گواهی SSL یا HTTPS بگیرن، میبینید اینجا HTTPS یه قفل داره. یه سری داده ها روی این سرتیفیکیت راجع به سایتشون می نویسن. برای مثال من اینو باز کنم ببینم چی راجبش نوشته. میبینید شما هر سایتی که برید و از HTTPS استفاده کنه یا همون SSL، اینجا یه سری داده ها میاد و برای شما تعریف میکنه. خب به چه کار ما میاد توی ریکان؟ ما ممکنه خیلی از هاستا و حالا دامینا وجود داشته باشه متعلق به اسنپ که اصلا ساب دامین اسنپ داتایار نباشه یا اصلا فقط یه آی پی باشه، ولی خب اون آی پی HTTPS روش بالاه و گواهیش اینجوری امضا شده، اسم وبسایت اسنپ داتایار اومده روی اون سرتیفیکیت آی پی نشسته و ما میتونیم اینجوری بیایم و حالا به قول یه جوری رنج اینترنت یا آی پی ها و داده هایی که داریم و یه اسکن SSL یا همین سرتیفیکیت بکنیم، ببینیم کدومش این چیزایی که حالا مثلا این سابجکتاش و این داده هاش به اسنپ داتا یار میخوره. ما برای که کامل مطمئن بشیم باید کل دامینای اسنپ رو یه نگاهی بندازیم ببینیم سرتیفیکیتاشون چجوریه. میایم اول از همه مثلا اسکوپا رو نگاه میکنیم. باز این با توجه به شرایط برنامه کاملا متفاوته. میبینید اینجا ما یک اسکوپ زیادی داریم و همینطور که داریم میبینید هر کدوم از این دامینا یه اسکوپ کاملا جدا دارن. ما حالا همه رو باز میکنیم یه چک. البته این باز کردن منطقی نیست، الان بهتون کامل میگم داستانو، ولی خب این که ریدایرکت کرد. حالا من اسنپ پیو میارم. اسنپ پی که میاد میره روی HTTPS، میایم اینجا و وریفای با لیتس انکریپت شده. اینجا میبینین که یه سری داده ها هم از این سرتیفیکیت هستش، ولی خب اینجا دیگه شده اسنپ پی. پس ما نتیجه میگیریم. یه بار دیگه من اینو چک کنم اینم درست بود. او نه، اصلا کوکی ها رو پاک کنم. میبینین که اینجا اسنپ پی رو زده. پس ما نتیجه میگیریم هر کدوم از دامینای اسنپ یا حالا داراییاش یه سری سرتیفیکیت های مختلف داره، یعنی همش به اسنپ داتایار ختم نمیشه. اما واقعا حالا این خود سرتیفیکیت چه داده هایی به ما میده؟ من اینجا یک کامنت آماده کردم با OpenSSL. میبینید دستور get certificate، اینو شما وارد بشتون میکنین. بذار من یه ترمینال باز کنم. ببینید ما اینو حالا توی ZSHRC bash RC هرچی که هست وارد میکنین که حالا در دسترستون باشه. بعدش که شما get certificate رو ران کنین یه دامین میتونین بهش بدین. مثلا ما همین اسنپ رو میدیم. ببینیم آقا واقعا این چه داده هایی رو داره برای ما برمیگردونه توی سرتیفیکیتش. بذار یه نیو شل باز کنم. کانکت چی داره میگه این؟ آها،
فکر کنم این HTTPS اینا رو نباید بدیم، باید هاست خالی بدم. آره خب برگردون داده ها رو. میبینید که توی بخش های مختلفی از این SSL یه سری داده ها تعریف شده. هر SSLی گواهی نامه یا همین سرتیفیکیت این داده ها رو داره. از هر سایتی که ما بزنیم، مثلا ما گوگل رو الان براتون اینجا بیارم، میبینید گوگل هم داره. کلا سایت های که HTTPS اینو دارن و میبینید یه سری حالا آرگومانا دارن که توش یه سری چیزا تعریف شده. مثلا اینجا ارگانیزیشن و اینا رو تعریف کرده گوگل تراست سرویس LLC. حالا ما چون میخوایم روی اسنپ کار کنیم، باید داده های اسنپ رو نگاه کنیم و دونه دونه ببینیم چیا پیدا میکنیم که توی هاستاش توی هاستاش مشترک باشه البته. ولی خب اینم روش جالبی نیستش که ما بیایم همه رو دونه دونه اینجوری نگاه کنیم. یه ابزار هستش تحت عنوان TLSX که من اینجا آوردمش. TLSX آره برای پروژکت دیسکاوریه که خیلی هم پروژه خوبی داره، قطعا HTTPX و DNSX و ایناشو میشناسین. ولی کار این کلا با این آرگومانای داخل گواهی نامه های SSL و با اونا اسکن میکنه. برای دستور نصبش که همین کامند رو اینجا میزنین، کلا یه سرچ هم بزنین TLSX خب میاره براتون، میتونین نصبش کنین. اما چجوری کار میکنه و اصلا چه کاربردایی داره؟ میبینید چقدر سویچ های مختلف، همه اینا برای کار با گواهی SSL و پردازش داده هاشه. مثلا یه آرگومان داریم ما داخل همین گواهی SSL به اسم common names. حالا مثلا ببینیم توی اسنپ اینجا توی کدوم قسمتی اسنپ دوتا رو تعریف کرده؟ توی آرگومان وبسایت تعریفش کرده. یا اینور میایم میبینیم که آره اینا رو توی وبسایت تعریف میکنه. بعد ما حالا اینو میایم و میدیم به کل هاستایی که برای حالا اسنپ توی اسکوپن. من چند تاشو از قبل اینجا آماده کردم، شما کپی میکنید اینجوری میذارین توی یک فایل، یا این که میتونید با TLSX به این شکل بدین. میبینید با کاما میشه جداش کرد. حالا من همینو کپی میکنم، رانگ میکنم، ببینیم چی به ما به صورت نرمال میده. اگر ما همینو بزنیم میبینیم که یه پورت اسکن هم میکنه. خب من اینجا سویچ پورت رو بهش دادم، گفتم پورت 443 8443 رو برای من چک کن و الان ببینید اسنپ فود داتایا روی پورت 8443 یه دونه سرتیفیکیت دیگه آورده بالا. خب این حالا همینجوریش که به کار ما نمیاد بزنیم فقط ببینیم SSL داریم یا نه. TLSX خیلی سویچ های متنوعی برای ما تعریف کرده. یکی بحث آوتپوتشه که ما بیایم مثلا اون خروجیمون رو به صورت استرینگ ذخیره کنیم، جیسون بگیریم، جیسون برای پردازش داده ها، یا سایلنس دیگه این بنریناشو برای ما نمایش نده. اینا که بحث کلا خروجیشه. اینجا هم که بحث آپدیتشه. میبینین وقتی ورژن جدید میاد با این دش آپدیت میتونین آپدیتش کنین و خیلی ما با اینا کار نداریم. اینم که بحث کانفیگ. ما میایم با این ناحیه کار داریم. خب اسکن مود، مثلا اسکن مودش میگه من با چه حالت TLS کانکشنی متصل بشم، اوپن SSL، اتو بزنم. این دیفالتش هم اتوه که خیلی بهتر هم هستش. ولی خب حالا ما اینو با همون کامندی که روی این تارگت اسنپ زدیم با یه سری از این آرگومانا بزنیم، اینا بیشتر به کار ما میان. مثلا -cn common name، ببینیم مثلا این هاستا، حالا شما اینا رو IP در نظر بگیرین همه رو، یا همین کلا تارگت های اسنپ توی کجا میان و اثری از خودشون به جا میذارن. ببینید این IP که من اینجا داشتم برای کافه بازار بود. خب و توی بحث کامون نیمش توی اون سرتیفیکیتش اومده کافه بازار رو تعریف کرده و من اینجوری
متوجه تفاوت این آی پی شدم. خیلی وقتا شما میرین یه رنج آی پی دارین و اصلا نمیدونین کدومش متعلق به تارگتتونه و این یکی از روش‌هایی است که SSL رو چک کنین، ببینین توی SSL داستان چه خبره، این برای کجا رو داره برمیگردونه. ولی خب ما الان فعلا یه دونه آرگومان رو زدیم، آرگومان‌های بیشتری هستش اینجا که ما میتونیم از TLSX بخوایمشون. مثلا در subject alternative name. بعد دیگه چیا رو بهش بدیم؟ display organization name. آقا organization هم به من نشون بده. چی بود سویچش کلا پرید. SO. میایم بالاتر. حالا فعلا همینا رو بده، نمیخواد زیاد شلوغ کنی. دمت گرم. چی میگه؟ خب این احتمالاً دوتا فلگاش با هم قاطی شده. حالا اینجوری به من بده. بچه خوبی شد. خب چته؟ چرا ارگانیزیشن رو نمیدی؟ از اونجا که حالا شما باید متوجه شده باشین، میبینین که بحث حالا تشخیص یه سری از داده ها با SSL خیلی راحته. برای مثال ما خیال کنیم یه رنج آی پی بزرگ داریم از یک کمپانی. حالا ببینم من اینجا مثلا والمارت همیشگی که دیگه همه میشناسنش با اینکه پرایوت هم هست، والمارت CIDR، یه نتی چیزی بگیریم ازش. اینجا ما چیزی داریم، ببین ASN داده. ASN هم میشه بدیم به TLSX ها، ولی خب من یه CIDR کوچیک میخوام که هاست لایو داشته باشه و زودم اسکن کنه. $65,000 تا نه نمیخوام. خب خوبه، امیدوارم که خیلی چیز نشده باشه. اینو ما اینجوری این دفعه میدیم به TLSX -cn subject alternative name. اگر هاستای این CIDR که بهش دادیم دونه دونه بالا باشن، از طرفی SSL روشون باشه، من اینو باید آماده میکردم، ولی خب SSL داشته باشن دونه دونه کل این آی پی ها رو چک میکنه و میگه که چه ارگانیزیشنی روش هست. ولی خب همینطور که میبینید فعلا برای ما نزد، متاسفانه چیزی بالا نبود. در کل این برای چه زمانی خوبه؟ شما مثلا روی یک تارگتی کار میکنین که از آی پی های اجاره ای استفاده میکنه یا یک CIDR خیلی بزرگ داره مثل خود گوگل یا مثل این دیتا سنترها، ولی شما نمیدونین کدوم از این هاستا برای اون کمپانی هست، کدوم از این آی پی هست، کدوم نیست و کدومش به کار شما میاد. اصلا اونجاست که شما کل رنج آی پی یا حالا اون آی پی هایی که دارین و میاین به TLSX میدین و میگین که حالا یه اسکنی روی چیز داشته باشه براتون، روی سرتیفیکیتاش، و وقتی سرتیفیکیتا رو که براتون اسکن کنه دیگه اونجا راحت میتونین مثلا با دستور گره پردازش کنین. حالا ما یه بار دیگه اینو میاریم. آقا من میخوام فقط تارگت هایی که مربوط به اسنپ داتا یارن به من نمایش داده بشن. میبینید اینجا حالا شما یک لیستی از آی پی در نظر بگیرین. البته اینو من چون با دش یو دادم شاید یه مقداری گنگ باشه. یه دونه نانو من میکنم اسنپ target.txt. میایم اینجا اینو کامل بذارم براتون. بعد دیگه چی رو از اینجا هم بقیهش رو بیارم، انگار که واقعا میخوایم حالا کارهایی با این اسنپ بکنیم. اسنپ شاپ رو که آوردیم، اکسپرس رو میاریم، از هر جایی که داره یه دونه بر میداریم. اسنپ مارکت یه لیستی درست میکنیم ازشون که دقیقا انگار یه لیستی از آی پی های واقعی باشه و همه تو هم گم باشن، معلوم نباشه کی به کیه. ما هم که دنبال گم گشتمون هستیم. خب به نام خدا
اگر اذیت نکنه حالا ما اینو با سویچش بدیم دیگه. TLSX داش اینم چی بود سویچش؟ داش لیست بود. با داش لیست میتونیم این اسنپ تارگت رو نمایش بدیم. و حالا میتونیم اینجا دوباره همون سویچ هایی که میخوایم، همون آرگومان هایی که میخوایم رو چک کنیم. زدم TLS خالی. یه سریاتون الان زودتر اینو دیده بودینا. ببینید که با تارگت های متفاوتی میاد. البته اینجا دقت داشته باشین بعضی از سرتیفیکیت ها هم که کلا داستانشون جداست، رفت به یه جای دیگه و ما نیازه که اینو همینجوری ببینیم داستانش چیه توی سرتیفیکیتش. این چیه دیگه؟ برو تو ببینم. بازم رفتم اونجا. فکر کنم اینو من برداشتم. آره. حالا به هر حال بعضی وقتا همچین داستانایی هم دارین نباید جدی بگیرین. اینو انگار ساب دامیناش باید باشه، اصلا این دامین رو دادن رفته. حالا لازم نیست خیلی هم با این درگیر بشیم. در کل هدف اصلیمون همین داستان بود که ما میتونیم از لیست آی پی هایی که داریم مثل همینجا، همین آی پی که مربوط به کافه بازاره، بکشیم بیرون این داده ها رو. حالا ما یه دونه دیگه بود من میخواستمش، اون منو نمیخواست. آها، ببینیم ارگانیزیشن هاشون رو چی برمیگردونه. میگم آها، خب میگم این منو نمیخواد. من منتظرم این ساعت این ران شه. پین انگار خالی بود. حالا در کل میگذریم میریم. کاش من یه لیست آی پی درست حسابی داشتم از این داستان که ریل تر باشه. البته قطعا گرفتین دیگه، همین که یه دونش برای کافه بازار بود اینجا کل داستان رو مشخص کرد. بازم TLS شد. آها گیر داده به ما دیگه این. اما مورد بعدی که هستش یه سایت هست به اسم سنسیس که دیگه همتون میشناسینش. اونجا از قبل دقیقا مثل شدن تمام سرتیفیکیت های موجود داخل حالا اینترنت رو اسکن کرده. برای مثال ما حالا این یه تکنیک دیگه است، اصلا اون قبلی رو بذارین کنار، ما از یه راه دیگه اومدیم متوجه شدیم تارگت های اسنپ توی سرتیفیکیتشون میزنه اسنپ داتایار، با بقیه کار نداریم. اینو کپی میکنیم یا حالا برای کافه بازار اینو میبریم ببینیم چیزی از این پیدا میکنیم. سنسیز اینو رسیده یا نه. ما میایم مثلا حالا تارگت های اولیه‌مون رو یه TLS6 میندازیم ببینیم چی توی سرتیفیکیتاش هست. همینو کپی میکنیم میایم توی سایت سنسیز که از قبل کل نت رو اسکن کرده. این کجا گذاشتمش؟ یادم رفته. این ور دارمش. ببینید سابدومین search.census.io میتونین بیاین و بر اساس سرتیفیکیت سرچ کنین. گفتم این یه دیتابیس خیلی بزرگ از تمام سرتیفیکیت ها داره. دقت کنین اینجا اینو روی سرتیفیکیت بذارین و ما میخوایم توی سرتیفیکیت ها بگردیم. همچنین شما میتونین فیلتر هم انجام بدین. دیدین که ما اونجا کامند get certificate رو که زدیم یه سری آرگومان ها اومد. مثلا اینجا گفته بود سابجکت سینش یا نمیدونم ایشوورش فلانش اینه. اما ما اینجا همینا رو میتونیم دقیقا سرچ کنیم دونه دونه. مثلا بذار ببینم CN یادم نیست فیلتراشو حقیقتا. اینجا باید باشه.
حالا برای مثال سرچ اولیه، حالا دور نشیم از اون داستانمون، ما متوجه شدیم اسنپ داره اینا رو کلا میندازه توی سرتیفیکیتاش. همینو همینجوری یک کیورد میندازیم، سرچ میکنیم توی کل سرتیفیکیت هایی که خدا این بود. با بی خیال. آها، خب حالا میتونیم سرچ بزنیم کل آی پی ها هاستایی که توی سرتیفیکیتشون این داستان هست و برامون میاره. این روشیه که ما در واقع میدونیم که توی سرتیفیکیت ها چی هستش و کل حالا نتو میتونیم اینجوری اسکن کنیم. الان ابزارهای مثل ساب فایندر و اینا هم میان از همچین تکنیکی استفاده میکنن، از این سایت ها و حالا کمپانی های ترد پارتی کمک میگیرن. اما داستانی که ما با TLS6 داریم دقیقا معکوس اینه، یعنی ما خودمون میخوایم تارگت هایی که حالا آی پی هایی که داریم رو اسکن کنیم، از قبل وجود داره رو نمیخوایم بریم نگاه کنیم و این ابزاری که پروژکت دیسکاوری به ما داده این امکان رو به راحتی فراهم میکنه که به طور کامل بیایم و یه اسکن حالا با پورت های مختلف و حتی هاستای خیلی زیاد داشته باشیم و اون تارگتی که حالا مربوط به اسکوپ برنامه واقعی ما هستش رو به راحتی پیدا کنیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. اگر سوالی مورد دیگه هم بود توی کامنت ها بپرسین، من بهتون جواب میدم. در ضمن لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنید. مرسی از همگی، خداحافظتون.